می رود و بر روی مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تف می کند، زیرا که عقبه در جنگ بدر اسیر گرفته می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به او گشته می گوید که بلکه من تو را به قتل می رسانم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين اما بعد. امروز درباره زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که در مکه بودند کمی صحبت می خواهیم بکنیم، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آن وقتها با مشکلی های زیاد روپرو گردیده بود. یکی از دشمنان اسلام که به نام عقبه ابن ابی معیط نام داشت، انسانی بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بسیار آزار میداد. روز به دوست خود ابی ابن خلف گفت که من چیکار باید بکنم که قریش از من راضی باشند؟ چیکار باید بکنم که در نزد قریش من نام پیدا کنم؟ آنها با او گفتند که رفته بر روی رسول خدا صلی الله علیه و سلم تف بکن. این دشمن اسلام عقبه می رود و بر روی مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تف می کند و بعضی از قطراتی که از دهان خود بر روی عقبه برمی گردد روی او را می سوزاند و تا دم مرگ این علامت در روی او وجود داشت. و بار دیگر آمده می بیند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نزد کعبه نماز می خواند و سر به سجده است. شکمبه و آن چیزهایی که در داخل شکم حیوان می باشد آن را گرفته بر شانه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم می ماند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمی تواند که از سجده برخیزد تا اینکه فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده و آنها را از شانه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم می گیرد. و بار دیگر این دشمن اسلام به نام عقبه می آید و می بیند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سر به سجده است، پای خود را بر گردن رسول خدا می ماند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار زجر می کشد. حتی بعداً حکایت می کند که به اندازه پای خود را فشار می داد که حتی چشمه هایم از کاسه خانه سر می برآمد. و بار دیگر یک چیزی را می گیرد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به آن خفه می کند تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از هوش می روند و حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه می آید و او را از او نجات می دهد. این دشمن اسلام عقبه ابن ابی معیط یک دوستی داشت به نام ابی ابن خلف که هر دو با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار دشمنی داشتند. ابی ابن خلف روز استخوان را گرفته پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم می آید و او را به دست خود میده می کند و در هوا پف می کند. می گوید که ای محمد، آیا خدای تو این استخوان را دوباره خلق می کند؟
رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگوید بله، این استخوان را دوباره خلق میکند و تو را دوباره هم زنده میکند و داخل جهنم میگرداند. این دو دوستی که یکدیگر را به آتش جهنم کشاندند و در مورد اینها آیتی نازل شده است که الله سبحانه و تعالی می فرماید و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. روزی که ستمگاران دستهای خود را میگزند از حساب حسرت و ندامت، میگویند که کاش با پیغمبر خدا، کاش که با پیغمبر می بودیم و راه درستی را انتخاب میکردیم. ولی در آن وقت روز قیامت پشیمانی سودی ندارد و عاقبت این دو دوستی که یکدیگر را به آتش جهنم کشاندند در دنیا خاری بود، زیرا که عقبه در جنگ بدر اسیر گرفته می شود و هنگامی که اسیران را می آورند رسول خدا صلی الله علیه و سلم می بیند که در بین آنها عقبه وجود دارد و عقبه را از بین همه اسیران خارج می گردانند و یکی از صحابگان را می گوید که عاصم ابن ثابت، یک صحابه را می گوید که این دشمن خدا را به قتل برسان. عقبه می گوید ای محمد، چرا من از بین این همه اسیران کشته می شوم؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم با او می گوید که به خاطر دشمنیت با دین اسلام و آنجا به قتل می رسد. و ابی بن خلف دوست عقبه روز یک چاروای خود را آب می داد یا که علف می داد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به پیش او گذر می کرد. بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گشته می گوید که من این را علف می دهم تا اینکه قوت بگیرد و روز من تو را به قتل می رسانم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به او گشته می گوید که بلکه من تو را به قتل می رسانم ان شاء الله. و همین طور می شود که در روز جنگ احد ابی بن خلف خود را زره پوش می کند که تمام جسد خود را زره می پوشاند که هیچ جای از بدن آن نمایان نگردد. ولی هنگامی که مسلمان ها عقب نشینی می کنند و این دشمن اسلام جرأت پیدا می کند که بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم حمله بیاورد و صحابگان خواستند که اون را از رسول خدا دور کنند، ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت آن را به من بگذارید و یک نیزه را گرفته و بر یک سوراخی بسیار کوچکی که در بالای سینه آن وجود داشت و آنجا میزند و ابی بن خلف داد زده فریاد میکرد که من میمورم. هنگامی که او را بردن قریش میبینند که بسیار یک زخم کوچک است. به او میگویند که چرا اینقدر داد میزنید، چرا اینقدر فریاد میکنید، بسیار یک زخم کوچک است. او میگوید که روز محمد به من گفته بود که من تو را میکشم ان شاء الله و این دردی که من آن را میکشم این درد مرگ است. و همین طور شد که ابی بن خلف به همین یک زخم کوچک به قتل میرسد.